فکر کن یک روز بیدار شوی و بفهمی پدرت می‌خواهد تو را به جای قرضش معامله کند. نه از روی دشمنی، از روی فقر. دختری که سالها با گرسنگی جنگیده بود، ناگهان تبدیل شد به بهایی برای 270,000 افغانی. شوهر 38 ساله‌ای که یک زن دیگر هم داشت. عمه‌ای که هر روز به او میگفت تو را خریده ایم، اگر خوش نیستی برو پول ما را بده. اما این فقط آغاز ماجراست. آنچه بعد از ازدواج بر سر این دختر آمد، تکان دهنده تر از آن است که تصور کنید. برای ماجرای کامل، داستان اصلی را از دست ندهید. شروع داستان. پدرم بیکار بود. مدتها میشد که کاری نداشت و هیچ درآمدی به خانه نمی رسید. ما 9 نفر در خانه نانخور بودیم و تنها نانآور خانواده پدرم بود. 4 خواهر و 4 برادر بودیم و با پدر و مادرم 10 نفر می شدیم. یک خانواده تنگ دست و فقیر که مردش در غم پیدا کردن نان خودش را گم کرده بود. ما سالهای زیادی با فقر زندگی کردیم. بعد از روزهای گرسنگی و دربدری، پدرم تصمیم گرفت از عمه‌ام پول قرض بگیرد و یک دکان خوراک فروشی باز کند. پس از گرفتن قرض، دکان را باز کرد و کرایه 1 ساله را هم از قبل پرداخت. در مجموع 270,000 افغانی به عمه‌ام قرضدار شد. او قول داده بود که بعد از 2 سال پول را پس می دهد. اما 2 سال گذشت و ما نتوانستیم قرض را پرداخت کنیم. هرچند کار پدرم بد نبود، اما تنها در حد خورد و پوش خانواده می رسید و چیزی اضافه نمی ماند که قرض عمه‌ام را بدهیم. عمه‌ام بارها پولش را خواست، اما پدرم می گفت پولی برای پرداخت ندارد. تا اینکه روزی عمه‌ام دوباره به خانه آمد و پس از شنیدن پدرم گفت وقتی نمی‌توانی پولم را پس بدهی، دخترت را به پسرم بده و قرضت را تمام کن. نام خدا دخترت هم جوان شده. پدرم بعد از شنیدن حرفهای او نگاهی به من کرد و گفت اجازه بده کمی فکر کنم. این موضوع ساده نیست. باید درباره‌اش فکر کنم. از نگاه پدرم فهمیدم که با این وصلت موافق است و حاضر است مرا در بدل قرضش به خواهرزاده خود بدهد. پسر عمه‌ام 38 ساله بود و یک همسر هم داشت، اما چون خانمش حامله نمیشد، تصمیم گرفته بود دوباره ازدواج کند. آن شب پدرم موضوع را به مادرم گفت. هر دو آهسته در اتاق صحبت می کردند و من از شدت نگرانی پشت در ایستاده بودم و گوش می دادم. مادرم گفت اگر ثریا را بدهیم آیا باز هم به ما پول می دهند؟ ثریا را که نمی شود فقط به خاطر 270,000 به آنها بدهیم. باید پول بیشتری بدهند. پدرم جواب داد حتی اگر پول هم ندهند باید او را بدهیم. از کجا پول نقد پیدا کنیم؟ همین حالا تازه زندگیمان کمی بهتر شده. اگر ثریا شوهر کند هم برای خودش خوب است و هم برای ما. 1 نفر کمتر خرج می شود. راه دیگری نداریم. از حرفهایشان فهمیدم که تصمیمشان را گرفته اند و مرا به شوهر می دهند. دلم برای خودم می سوخت، برای مکتبی که نیمه تمام می ماند، برای رؤیاهایی که نابود می شد. اما هیچ کاری از دستم ساخته نبود. با اینکه این وصلت را اشتباه می دیدم، اما امید داشتم شاید زندگی خوبی داشته باشم. اما چنین نشد. بعد از ازدواج، عمم مرا وادار می کرد تمام روز کار کنم، ظرف بشویم، آشپزی کنم، خانه را جمع کنم. اگر کاری از دستم می افتاد، برایم طعنه می زد که تو را خریده ایم، اگر خوش نیستی، پول ما را بده و به خانه مادرت برو. شوهرم هم گوش به حرف مادرش بود و اصلاً به من اهمیت نمیداد. صبرم تمام شده بود. نمیدانستم بدیهای انباغم را تحمل کنم یا رفتارهای عمم را یا بی‌تفاوتی شوهر و خانواده شوهرم را. تحمل این همه زجر و شکنجه روحی برایم سخت بود. بعد از 2 سال صاحب یک فرزند پسر شدم. فکر می کردم با آمدن فرزندم زندگی بهتر می شود، اما اشتباه می کردم. عمم همیشه فقر پدرم را و اینکه مرا در بدل قرض گرفته اند به رویم می کوبید.
یک روز که پسرم مریض شده بود، از شوهرم خواستم کمی میوه بیاورد. عمم با لحن تند گفت: خودت در خانه پدرت چقدر میوه میخوردی که حالا برای پسرت میخواهی؟ گرسنگی‌هایت یادت رفته؟ هیچ نگفتم، فقط به چهره پسرم نگاه کردم. دلم میخواست فریاد بزنم، اما فایده نداشت. من یک قربانی بودم، قربانی که هیچ پناهی نداشت. پایان داستان. اگر جای این دختر بودید، میماندید یا فرار میکردید؟ چرا؟ 2. به نظر شما بزرگترین خیانت در این داستان را چه کسی کرد؟ پدر، عمه یا شوهر؟ 3. آیا فقر میتواند انسان را مجبور به چنین تصمیم‌هایی کند یا این فقط یک بهانه است؟ ویدیوی امروز نیز به پایان رسید، اما مسیر ما هنوز ادامه دارد. اگر این لحظه ها را دوست داشتی، با لایک، کامنت و سابسکرایب کنار ما بمان. تا درود بعد، بدرود.